بسم الله الرحمن الرحیم. به نام الله بخشنده مهربان. یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض الملك القدوس العزیز الحکیم. آنچه در آسمان ها و آنچه در زمین است تسبیح الله میگویند. الله که فرمان روا، منزه و پیروزمند حکیم است. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. اوست که از میان بیسوادان رسولی از خودشان برانگیخت که آیاتش را بر آنها بخواند و ایشان را پاک گرداند و به آنان کتاب و حکمت بیاموزد، اگرچه پیش از این در گمراهی آشکار بودند. و آخرین منهم لما يلحقوا بهم وهو العزیز الحکیم. و این پیامبر بر گروه دیگری از آنان نیز مبعوث شده است که هنوز به آنها نپیوستند و او شکست ناپذیر حکیم است. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظیم. این فضل الله است که آن را به هر کس که بخواهد میبخشد و الله دارای فضل عظیم است. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. مثل کسانی که عمل به تورات به آنان تکلیف شد سپس آن را چنان که باید و شاید رعایت نکردند، همچون خری است که کتابهایی را حمل می کند اما از آن چیزی نمی فهمد. چه بد است مثل گروهی که آیات الله را تکذیب کردند و الله گروه ستمکاران را هدایت نمی کند. قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. بگو ای کسانی که یهودی شدید، اگر گمان دارید که تنها شما دوستان الله هستید نه مردم دیگر، پس اگر راست میگویید آرزوی مرگ کنید. ولا يتمنونه ابدا بما قدمت ايديهم والله عليم بالظالمين. ولی آنها به خاطر آنچه از پیش فرستاده اند هرگز آن آرزو را نخواهند کرد و الله از حال ستمکاران آگاه است. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. ای پیامبر بگو آن مرگی که از آن فرار می کنید یقیناً به شما خواهد رسید، سپس به سوی الله آن دانای غیب و آشکار بازگردانده می شوید. آنگاه شما را از آن چه انجام می دادید آگاه می سازد. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة
الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. ای کسانی که ایمان آورده اید، هنگامی که در روز جمعه برای نماز اذان گفته شد، به سوی نماز و ذکر الله بشتابید و خرید و فروش را رها کنید، اگر بدانید این برای شما بهتر است. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. پس هنگامی که نماز پایان یافت، برای کسب رزق و روزی در زمین پراکنده شوید و از فضل الله طلب کنید و الله را بسیار یاد کنید تا رستگار شوید. وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ. و ای پیامبر، برخی از این مردم هنگامی که تجارت یا سرگرمی ببینند، از اطراف تو به سوی آن پراکنده می شوند و تو را ایستاده بر منبر رها می کنند. بگو آنچه در نزد الله است بهتر از سرگرمی و تجارت است و الله بهترین روزی دهندگان است.